ما ذوق کردیم ولی بعد فهمیدم که فیلم نمیگرفتیم. پارش نکن. عاشقانه هری پاتر میمونه. مثلا تولد منه. میخوایم به خودم هم بدین. رو بخون. کدوم کیک می‌خوای؟ چه حسی داری از این که خیلی خوبی دارم از اینکه تموم برنامه‌ات گند زدم. سلام برای شما. آقا سلام. خوش اومدین به کانال یوتیوب من. اولین ویدیو. Welcome to my new video of my channel. امروز تولدمه. قرار شد اولین ولاگ زندگیمو واسه یوتیوب امروز بگم چون تولد خودم و کانال یوتیوب توی یه روز باشه. بعد که برنامه هم برم ریخت ولی خب حالا فعلا داریم این بیرون. ولی خاله مورید توش. مشکل داریم اینا داریم زحمت میکشیم تو نمیدونی چه بلایی سر ما اومده. مرسی واقعا. ولی شروع باید چه میگن؟ حالا هسته که فعلا امروز با ما همراه باشیم ببینیم چه خبر میشه. Come here. اینا خونه ببین. آقا ما ذوق کردیم ولی بعد فهمیدم که فیلم نمیگرفتیم. این بیشور داره کیک منو میخوره. کیکمو بده. پول بنزین دارم. یک عدد گشنه. Thank you babe. یا کادومو بده. اینو دوستش نداشت. خوش میاد است. قیمتی یا ارزشیه؟ آره. خودمه بود. قیمتی یا ارزشیه؟ بده کادو. مال خود. میگم اما تو میل ایزد نمیخوای؟ چی؟ با دو تا وزن 5 میخوام درش بیارم. ها؟ میشه فیلم بگیریم من در بیارم. چند می‌بینی؟ میشه فیلم بگیریم من در. کاغذش فقط. خیلی کیوت. این احمد خریده. مرسی. احمد گوشی رفیق هر گوشی بفروشه. خیلی رفیقه. بدبختی. داری میگیری؟ گوش کن. اون زن یک داره میگیره دیگه. آره دارم میگیرم. برم میاد بیا یه طرف اینقدر دارم نمیاد. پارش نکن. تنگا دیگه کی باشه در نمیاد. خودی 14 بار هر هفت 8 قسمت هری پاتر یکی از عاشقانه هری پاتر میمونه. وایسا. عاشقانه کیف اینم بگی اینو همیشه در حال خوردنه. وایسا. آقا چرا نمیکنه؟ اصلا یه جادوه نه اولیه من بغلت کنم. مرسی. منم این دیدی مثلا تولد منه. گوش نره نگاه. ببین نمیشه او دی بدبخت تو خودت نباید بخوری ما بخوری منم راه اومدم من یه قاشق خوردم اصلا. دلم میاد مثل سگ دور خیلی بیشونی. بذار اصلا علاقه. اونجاش توی چشمم میاد بنشونه دارم کجاش یه بدبخت میخوای که برگرده خونه ما چه باید بخوری دو. اصلا انگار این سالمون 30 سال شده عروسیش خیلی سرش. مرسی میگه اما میخوایم به خودم هم بدین. رو بخون کدوم کیک می‌خوای؟ من نه تو رو خدا بیا بخور. نداری ما. نمیخوام از یه من. قاشق من بخور من اینو دوربین رو زوم کردم رو خودم که مثلا میذاره. خیلی آشغالی.
نه 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 نه. قیافش بشه. آبو باز کردن. اصلا 6 ماه دیگه میفهمم از چه اصلی گرفتم. 6 ماه خوبه. آب که هوا آلوده است. اگه هوا آلوده اصلا مهم نیست، مهم اینه که آب باز کردن. کار تولد بهم دادن در جریانی. این بیشور برنامه‌های من ریخته به هم. چه حسی داری؟ چه حسی داری از این که خیلی خوبی دارم از اینکه تموم برنامه‌ات گند زدم بهش. حالا ما هم 29 جبران می‌کنیم. می‌بینی تو عروسی. الان چه حسی داری؟ شخصیتش کپی گارد گلسشه گارد مامانش. گلسشه. گارد گلسمه. گلس رو هم نشون بده. قیافش هم گارد گلسمه و اینم هست. قیافش هم اینجور دام. یه بار سوتی میدین. آره یه کور سوتی داده شدم. بود. یه سوتی داده بود. میگم ما دارین کور میشیم باشیم آقا بریم. به نون بربری ها میگفت که چرا این کنجدات رو پشتش دارن. نه کنجد میشه چرا پشتش دارن؟ دارم بلاک میگیرم. من 2 تا گوشی میخوام بفروشم. رفیق داری که فقط میخوام دکشو. وسط بلاگ من 2 تا گوشی میخوام بفروشم. ببین 2 تا گوشی. بفرست اون عکسی رو. یکی به بدل چرا دقیقا بدون آهنگ دارین میرسیم؟ نمیدونم. نمیدانم اطلاعی ندارم. بچه ها 8 بهش بچه ها. میگیریم امسال تو زش میگیریم امسال تو زش ببخشید اگه بعد تو زش میمونیم تا چه بریزه کرد. بخورم؟ مثلا خوبه خالی رو عزیزم. پیتزا قارچ پنیر یه ماش کشته درست آقا؟ سیر شد. بله دیگه کار دست کارمون باشه همین میشه آقا. سیر شدی. اسمش این کیمیاست. همون قبل که میگفتی دختر سرسختی نبوده. سرسخت بود آقا. با گوش نمونه خودش نه. سفارش بدم بگم این چی بود این چی بود آوردین گندش در آوردی. قرار شو یه سیب زمینی سس بزنیم وسطش من فوت خیلی کنم. از محبت واقعا براتون متاسفم. چند روزی که با هم میریم شمال هم زمین ها رو شما ببین. خونه خالم اینا که نهار خوردیم اومدیم دیگه یه روز اومدیم خونم من نشستم کتاب خوندم تا اینجاشو. بعد مرساد داداشم دیشب یعنی مامانم مجبور کرد که بره واسش کادوی تولد واسه من بخره در بعد گلا رو واسم خریده. این پژمرده شده یکم خیلی کیوته. یادش بود که من بهش گفته بودم لاله دوست دارم واسم لاله خریده بود و این لیوانی خیلی بامزه و یک دیگه این لیوانش خیلی کیوت نیست خیلی بامزه بودن. خلاصه که نه از تولد ما تموم شد. دوستتون داشتیم. مرسی که اولین ولاگم ما با همه کم و کاستیاش دیدین تا اینجا. ممنونم. خداحافظ تا ولاگ بعدی.